سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 15 دکبر است. نگاه به گزارش‌های اصلی برنامه. فاجعه در روسیه، دو مهاجر کاری تاجیک از طبقه 13 یک بنا افتاده جان دادند. در شهر ایزیومی اوکراین یک جوان ماه‌ها با زیر ویرانه‌ها را جستجو کرده است تا جسد دوستی نزدیکش را پیدا نماید. من او را در خلطه انداخته گور کردم. بالای گورش صلیب گذاشتم و نامش را هم نوشتم. در روی گور کودکانش نیز. در تاجیکستان مردم به تجلیل سال نو میلادی آمادگی میگیرند. جشنی که امسال خراجات زیادتر خواهد داشت. در روسیه دو مهاجر تاجیک هنگام کار از طبقه 13 یک بنای بلند آشیانه افتاده به هلاکت رسیدند. کنسولگری تاجیکستان در شهر سنت پترزبورگ امروز با نشر یک بیانیه رسمی گفت که بختیار ملیکوی 29 ساله و معروف جان ملیکوی 25 ساله از ولایت ختلان هنگام کار در شخت لیفت بنابر رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری از 13 آشیانه افتاده به هلاکت رسیدند. در کنسولگری بر رادیو آزادی گفتند که فاجعه شب 14 دکبر رخ داده است. با گفته دیپلمات‌های تاجیک که در کنسولگری حادثه را پیگیری می‌کنند و با مقامات شهر سنت پترزبورگ در تماس هستند، قرار است جسدهای مهاجران کاری به زودی به زادگاهشان فرستاده شود. در روسیه که میزبان صدها هزار مهاجر کاری تاجیک است، هر سال نه کمتر از 300 نفر مهاجر با سبب‌های گوناگون از جمله فلاکت‌ها هنگام کار به هلاکت می‌رسند. جسد رحیمه کریمووا دانشجوی تاجیک که روز 9 دکبر خود را در مسکو زیر پایست پرتافته بود، پس از تشخیص 5 روزه به نزدیکانش سپرده شد. او را امروز در گورستان چیخاوی ولایت مسکو به خاک سپردند. نزدیکانش گفتند او پس از آن چنین کرد که چند ماه اخیر در اینستاگرام عکس‌های فتوشاپ شده‌اش را با هدف‌های بدنامسازی پهن می‌کردند. در نامه پیش از سوءقصد به جانش نیز او نوشته است که خسته شده است و بهترش بمیرد. بدنامسازی دختران با هدف قصاص یا پولستانی چند سال اخیر در شبکه‌های اجتماعی معمول شده است. از مهلقا شریفزاده روزنامه‌نگار تاجیک پیش از آغاز برنامه پرسیدیم که اگر دختری جوانی با چنین حالت روبرو شد چی باید کرد؟ در قدم اول باید که دستگیری روانی، یعنی که روحاً باید فرزند خود رو یا که خواهر خود رو اپای خود رو دستگیری کنند. قدم اول. و قدم دوم البته مراجعه رسمی به نمایندگان مقامات و در پی تلاش راه حل این، چون که ببینید با طور دیگر نمیتوان این رو حل کرد. یعنی که اگر آنها ترس و هراس داشته باشند از بی‌آبرویی، از گپ و کلاچهای مردم، به هر حال هم این به وقوع میپیوندد. بهترش این که آنها هم نزدیک خود را دستگیری کنند، هم یک راه حل پیدا کنند. یا البته اگر نمیتوانند با نزدیکان خود در این باره صحبت کنند، میتوانند به مقامات مراجعت کنند، میتوانند به ادوکات مراجعت کنند، میتوانند به یگان روانشناس مراجعت کنند. یعنی همیشه در همه حالت یک راه حل هر یک مشکل وجود دارد. از مهلقا شریفزاده پرسیدیم که نزدیکان دخترانی که مورد شانتاژ یا بدنامسازی قرار گرفتند چگونه رفتار داشته باشند؟ بعضی پدر و مادران یعنی که برادران دختران اندیشه مردم را بالاتر از حتی جانی خواهر یا که فرزندی خویش میگذارند. این متاسفانه به چنین حالت‌ها آورده میرساند. یعنی از خردی ما باید پیش از همه مادر باید با دختر مثل دوگانه باشد، در همه حالت‌ها او را دستگیری کند، او را فهمد، با صحبت کند. تنها در همین گونه حالت میتوان یک دختری سالمی رو، منظورم سالمی روحانی است، به وی رساند تا که تواند در هر یک مشکلی که در زندگی روبرو می شود با نزدیکانش قسمت کند، در پی جویای دریافت راه حل باشد. وگرنه وقتی که باوری به نزدیکان نیست، وقتی که از خودی در وجود تو ترس را جای میکنند، وقتی که تو را مجبور میکنند هر دفعه طرزی رفتار کنی که به مردم معقول شود، قدمی ناجور نگذاری که مردم تو را سرزنش نکنند یا اینکه مردم تو را گپ نکنند، متاسفانه با چنین حالت‌ها ما روبرو میشویم. تشکر. مهلقا شریفزاده روزنامه‌نگار تاجیک بود که درباره شانتاژ یا بدنامسازی دختران در شبکه‌های اجتماعی صحبت کرد.
یک جوانی اوکراینی ماها تلاش کرده است تا از زیر ویرانه‌های یک بینای استقامتی جسدی رفیقی نزدیکش را پیدا نماید. پاولا هولوب در شهر ایزیوم زندگی میکند و تقریبا نیم سال در شهری که در اشغال نیروهای روسیه بود جستجوی جسد دوستش را ادامه داده است. نیروهای اوکراین ایزیوم را ماه سپتامبر آزاد کردند و او داستان پیدا کردن جسد دوستش را به خبرنگاران نقل کرد. قصه این جوان در گزارش طاهری سفر. یک جوان اوکراینی زیر خرابه ها را ماها جستجو کرده است تا دوستی زمان مکتبیش را پیدا کند. برای چی من این کار را سر کردم؟ پیش از همه به خاطر یک دوست مکتبیم و عائله‌اش. من هیچگاه این کار را نکرده بودم. به فروش تلفن و ابزارهای آن مشغول بودم. این آلینا استالپاکووا همسنفی سابقش است. عکس دیگری او با عائله‌اش. پاولا هولوب و دیگر اختیاریان هر روز به روی این پل می آیند. مردم دیگر آمده از آنها می خواهند در پیدا کردن و دفن جسدهای عزیزانشان کمک رسانند. تمام 5 طبقه این بنا فرو ریخت. تمام مردمی که در تهخانه پنهان بودند و فکر میکردند جای امن است زیر وزن خشت و بتون ماندند. اولها سربازان روس نمیگذاشتند که آنها جسدها را جستجو کنند. بعداً کارشان به سبب نداشتن ابزارهای ضروری سست شد. جسد همسنفی 31 سالش استالپاکووا را از همه آخر پیدا کرد. از خالکوبی بدنش شناخت. این آلبوم صنفی ختم کنندگان ما است. من او را از زیر ویرانه ها یافتم. اینجا من با آلینا در نزد بنا هستیم که ویران شد. حالا همین قدر از آن باقی مانده است. دیگر هیچ چیز. همین آلبوم دیگر یادگار ماند. هولوب همسنف و اهل عائله‌اش را در یک گوری دست جمعی در جنگل به خاک سپرد. من او را در خلطه انداخته گور کردم. بالای گورش صلیب گذاشتم و نامش را هم نوشتم. در روی گور کودکانش نیز. بعداً دیگران هم به پاولا هولوب مراجعت کردند که جسدهای عزیزانش را یافته به خاک بسپارند. او و اختیاریان دیگر در اینجا 4 شب کار کردند. در اینجا مردمی آسایشته بودند. کودکان و کلانسالان و پیرانسالانی که در حوله ها، در نزد کودکستان ها، در کنار راه ها، در کوچه های مرکزی زیر خاک کرده بودند. برای آنکه کودکان شهر ما، شهر ایزیوم، گور و صلیب ها را نبینند، ما آنها را اینجا آوردیم. چون که درست نیست که کودکان در نزد کودکستان گوری را میبینند و میپرسند که پدر یا مادر این چیست؟ بعد عقب نشینی نیروهای روسیه از شهر ایزیوم در تیر ماه امسال در گورهای دست جمعی شهر صدها جسد پیدا کردند. دستانی بعضی به پشت بسته بودند و در تن تقریبا 30 نفر آثار شکنجه دیده شده است. در تاجیکستان با تجلیل سال نو میلادی آمادگی میگیرند. تاجیکستان از جمله کشورهایی است که سال شماریش رسما سال شماری مسیحی است. آمادگی ساکنان را با تجلیل سال نو در بازارها میتوان شاهد شد. همکار ما امیر ایسایف و علیشیر ظریفی گزارش تهیه کردند. تا سال نو میلادی بیشتر از 2 هفته مانده است. ساکنان برای تجلیل این جشن از حال آمادگی میگیرند. در این روزها گشت و گذار مردم بیشتر به نظر می رسد و بازار فروش تحفه های عیدانه نیز گرم است. آمادگی سازه خریده سنارچه، سویتیلنیک، چیزای سالانه بسیار میخرند. ارچه های سال نوی وابسته به حجم و آرایشات به گونه مثال از 30 تا حدود 2000 سومانی نرخ گذاری شده است. قیمتی که زوری نه همه می رسد. در برابر ارچه های سال نوی به نظر ساکنان ارزش دیگر نوع تحفه های عیدانه نیز نظر به سال گذشته گران است. ҳоло мо омадем ба мағоза то бубинем чиҳоро аз маҳсулотҳои солинавӣ дорем. ба кӯдакон тӯҳфаҳои солинавӣ пайдо кунем. дар театр мо афсонаи солинавиро ба саҳна гузоштем ва аз шумо хоҳиш мекунем биёед ба намоиши идонаи мо.
нархҳо албатта боло рафтанд нисбат ба соли гузашта. Масалан, мо порсол шоколадро ба нархи 8 сомонӣ харида будем. ҳоло 9 сомонӣ шудааст. ҳарчанд чунин омодагиҳое барои таҷлил аз соли нав ба назар мерасад, вале афроди онро интизор нестанд. ҳаст одамои ҷашн мегиранд, ҳаст одамое ки ҷашн намегиранд. ҷашн намегирем. имсол арчаи бузурги солинавию дуконҳои махсуси фурӯши тӯҳфаҳо на назди ҳайкали Сомонии пойтахт, балки чунин фазоро ҳоло дар майдони Истиқлоли Душанбе дидан мумкин аст. вале ин ҷо рӯзона камодан буда сокинон бештар дар шом меоянд. сокинон мегӯянд дар соли 2022 борҳо шоҳиди афзоиши нархи маҳсулоти ниёзи аввалия шудаанд ва мехоҳанд дар соли оянда аз гаронии нархҳо ҷилавгирӣ шавад. пеш ман дар фикри ба ягон ҷо сафар карданро доштам. ҳоло бошад дар фикраш ҳам нестам. шаҳрамон зебо шудааст. ҳама чӣ дорем аз мева сар карда. вале фақат каме ҷои кор мебуд ва маоши баланд. дар чанд соли пеш таҷлил кардан ё накардани ҷашни соли нави мелодӣ дар Тоҷикистон баҳсҳои тундеро ба бор оварда буд. бархе аз афроди мазҳабӣ таҷлили онро нораво медонистанд. тарафдоронаш онро танҳо як ҷашни бахшида ба оғози сол медонанд, ки ба гуфтаашон ба дину мазҳаб рабт надорад. ҳоло чунин баҳсҳо камтар ба назар мерасанд. қиссаи як марди афғон ки аз неши каждум наметарсад ва ҳазорҳо каждумро парвариш мекунад. заҳрин хазанда зиндагии хонаводаи тоҷир ва дорусози афғонро ширин кардааст. муҳаммад шерзоди 67 сола дар бораи истифода аз заҳри каждум бемории давои бемориҳо китобе бо номи аз неш нӯш месозам навиштааст. гузориши зарангези наврӯзшод дар ҳамин бора аст. ин марди афғон ҳазорҳо каждумро нигаҳдорӣ мекунад. ӯ онҳоро дар ҳамин ғорҳо парвариш менамояд. муҳаммад шаҳрзоди 67 сола аз ҷавонӣ ба нигаҳдорӣ ва парвариши каждумҳо машғул аст. заҳри каждум ки гаронтарин моеъ дар ҷаҳон аст, барои омода кардани доруву давоҳои мухталиф истифода мешавад. ӯ каждумҳои зиндаро ҳам мефурӯшад. ин парирӯз аз ҷалолобод омадан. اونا 35 گفتن ما 45 45,000 جور ما آمدیم که اینمی گشتم سیاره این تقریبا 8 سانت است. اینا به سانت فروخته میشن. میگوید بدنش در مقابل زهر کژدم قوی است و نیش این حشرات به او تاثیر نمیرساند. کژدمداری افغان میگوید با آمدن طالبان در افغانستان و تحریم‌های جهانی علیه حکومت این کشور تجارتش مشکل شده است. فروشات که بستگی به 4 خارجی ها دارد. اگر ما میتونستیم زهر به کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی یا افریقایی یا استرالیایی پخش کنیم، اما کسایی که خارجی اینجا بودن، سفارت داشتن، حالا فعلا اونا نیستن. اگر اینا دوباره برگردن، انشالله که ما از کشورهای همسایه باز دوباره بالا هستیم. پژوهش‌ها معین کردند که از نیش کژدم می‌شود برای بیماری‌های چون سرطان و دامنه دوا آماده کرد. شرکت‌های داروسازی در هندوستان و مراکش و ترکیه در تولید دواها از زهر کژدم استفاده می‌کنند. نرخ مواد داروواری و آرایشی که این مرد افغان از نیش کژدم آماده می‌سازد چند برابر ارزان‌تر از نرخ آن در کشورهای دیگر بوده است. در بازارهای جهانی 1 لیتر زهر کژدم به 10 میلیون دلار برابر است. اینو در طبیعت زندگی میکنن. با پایانی برنامه رسیدیم. خدا نگهدار شما.